کشور تاتارستان کشوری در قلب روسیه. کشور تاتارستان مثل یک گنجینه است با معماری با شکوه و مردمانی مهربون. تاتارستان واقعا جای دیدنیه. تاتارستان یک جمهوری خودمختار روسیه است که میراث فرهنگی و تاریخی خاصی داره. از کاخهای با شکوه و مساجد زیبا گرفته تا قبایل کوچنشین و سنت‌های قدیمی، همه چی تو این سرزمین هست. مردم اینجا مهمون نواز و به هویت و تاریخشون افتخار میکنن. رود ولگا هم که از وسط تاتارستان رد میشه، این منطقه رو به یک قطب مهم اقتصادی و تجاری تبدیل کرده. خلاصه تاتارستان شهرهای شلوغ و طبیعت چشم نواز داره که گردشگر رو مجبور میکنه که حتما بیان ببیننش. با من باش تا با میراث کهن و با زندگی پویای امروز و چشماندازی جذاب و شکوهمند از هویت فرهنگی این سرزمین آشنا بشید. به کانال عجایب برتر خوش اومدید. تاتارستان یک جمهوری خودمختار داخل فدراسیون روسیه. بر اساس قانون اساسی روسیه و خود تاتارستان و یک قرارداد دو طرفه، اختیارات و وظایف این جمهوری با روسیه متحد شده. تاتارستان توسط رئیس جمهور اداره میشه. این جمهوری تو بخش اروپایی روسیه و بین دو رود ولگا و کاما قرار داره و حدود 800 کیلومتر شرق مسکو قرار گرفته. مساحتش برابر با 67847 کیلومتر مربع و تقریباً به اندازه بلژیک و هلنده. با 8 منطقه دیگه روسیه هم مرزه. طبق آمار سال 2015 جمعیت تاتارستان 3,855,037 نفره. از نظر ترکیب قومی 115 قوم مختلف تو این جمهوری زندگی میکنن که تاتارها 52.9%، روس‌ها 39.5% و چواش‌ها 3.5% رو تشکیل میدن و بقیه اقلیت‌ها مثل اوکراینی‌ها، ادمورت‌ها، ماری‌ها، باشکیری‌ها و یهودی‌ها هم هستن. لطف کردین ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی. تا آخرین ویدیو هم همراه من باش. قازان به عنوان پایتخت تاتارستانه. اینجا روی کرانه چپ رود ولگا و کنار رودخونه قشنگ کازانکا قرار گرفته. این شهر حدود 425 کیلومتر مربع مساحت داره و طبق آمار سال 2016 حدود 1.2 میلیون نفر جمعیت داره. جالبه که تو این شهر بیش از 100 ملیت مختلف زندگی میکنن و 22 جامعه ملی فرهنگی فعالیت دارن. اکثر مردم تاتارستان مسلمان هستند چون اسلام از قرن دهم میلادی به عنوان مذهب رسمی اینجا شناخته شده. به جز مسلمانا، کلیساهای ارتدوکس هم توی این منطقه زیادن. کلاً توی تاتارستان حدود 1250 مسجد، 200 کلیسا و 50 مرکز عبادتی دیگه وجود داره. خلاصه اینکه قازان یک شهر خیلی متنوع قومیتی و مذهبی هم هست. تاتارستان یکی از بزرگترین مراکز صنعتی در روسیه است. به طور بیانگین حجم تولید ناخالص این جمهوری بیش از 3 برابر رشد داشته و به رقم 620 میلیارد روبل رسیده. حجم مبادلات تجاری خارجی جمهوری تاتارستان بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2015 برابر با 10 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده. صنایع مهم تاتارستان شامل هواپیماسازی، هلیکوپترسازی، خودروسازی، چوب، صنایع سبک و کشتی سازیه. تولیدات عمده تاتارستان شامل هواپیما، نفت، مازوت، گازوئیل، کاوچوی مصنوعی، استیزن، خز، دارو و عسله که خیلی از محصولات به خارج از روسیه صادر میشن. تاتارستان رتبه سوم رو در حجم صادرات در بین مناطق روسیه داره و الان با بیش از 100 کشور جهان مرابطات تجاری و اقتصادی داره و عمده شرکای تجاریش هم اوکراین، هلند، مجارستان و ترکیه هستن. کازان یک شهر تو روسیه که به سرزمین مناره ها معروفه و پایتخت جمهوری تاتارستان هست و یکی از شهرهای پرجمعیت روسیه محسوب میشه. زبان اصلی مردمش هم تاتاری و روسیه. این شهر مخلوطی از فرهنگ روسی و تاتاریه، چه از لحاظ معماری، باورهای مذهبی، سبک زندگی و غیره. این تلفیق فرهنگی باعث میشه که سفر به کازان خیلی هیجان انگیز باشه. کازان 797 کیلومتر با مسکو فاصله داره و طبق آمار سرشماری سال 2016 جمعیتش حدود 1.2 میلیون نفره. یکی از مراکز صنعتی، تجاری و فرهنگی تو مرز اروپا و آسیاست و مهمترین شهر فرهنگی برای قوم تاتاره. این شهر به خاطر تنوع اقوام و تاریخ کهنش معروفه. قدمتش تو روسیه بیشتر از 1000 ساله و در سال 2005 جشن 1000 سالگیش برگزار شده. اولین دولتی که توی این منطقه تأسیس شد بلغاریای ولگا بود که قرون 7 تا 13 میلادی این سرزمین و مناطق اطرافش رو اداره میکرد. تاتارستان در سال 1990 به عنوان یک دولت مستقل اعلام استقلال کرد. از سال 1991 تا 1994 هم یک دولت مستقل بود و تو همه پرسی سال 1992 62% مردم این منطقه به استقلال از روسیه رأی دادن.
شهر کازان تو روسیه آب و هوای گرم و معتدلی داره. بارشش بیشتر تو فصل زمستون میاد. میانگین بارش سالانش 452 میلیمتره و میانگین دمای سالانش هم حدود 11 درجه سانتیگراده. یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری این شهر کلیسای رسولان پیتر و پائول کازانی که در سال 1722 ساخته شده و معماریش هم خاصه. بعدی استادیوم کازان آرناست. این استادیوم سال 2018 میزبان جام جهانی روسیه بود. طراحی و ساخت این استادیوم زیبا رو بهترین معماران، یعنی همون کسایی انجام دادن که استادیوم‌های شهر لندن و امارات رو ساختن. لطفاً این ویدیو رو لایک کن و با سابسکرایب کردنت منو خوشحال کن. موزه هرمیتاژ کازان یکی از معروف‌ترین موزه‌های کازان موزه هرمیتاژه. هر سال گردشگرای زیادی میرن اونجا. آثار گرانبهایی که اونجا نگهداری میشه داستان و سرنوشت روسیه رو بازگو میکنه. مسجد مرجانی کازان. مسجد مرجانی یکی از زیباترین ساختمان‌های کازانه. ساخت اون از سال 1766 تا 1770 طول کشیده. اسمش رو از امام جماعت قبلی شهاب الدین مرجانی گرفته. اولین مسجد سنگی روسیه است. 2 طبقه به یک مناره داره و طرحش ترکیبی از معماری سن پترزبورگ، نقاش‌های باروک و تاتاره. دیوارهای سفید و سقف سبزش با نورش شب‌ها جلوه منحصر به فردی داره. این مسجد برای مسلمانای تاتار ساخته شد تا مراسم مذهبیشون رو اونجا انجام بدن. طبقه دوم اختصاص به مسجد و نمازخونه داره. برج مایل سویونباگ یکی از قشنگترین جاهای دیدنی کازانه. طبق افسانه‌ها داستانش اینه که شاهزاده سویونباگ خودش رو از بالای برج پرت کرد چون نمیخواست با ایوان مخوف ازدواج کنه، ولی واقعیت اینه که این برج 100 سال بعد از حمله ایوان به کازان ساخته شده. کازان قدیمی‌تر از مسکو. واقعا جالبه که بدونی کازان نه تنها یکی از قدیمی‌ترین شهرهای روسیه، بلکه از قدیمی‌ترین شهرهای اروپا هم هست. کازان 150 سال از مسکو قدیمی‌تره و در سال 1005 تأسیس شده و در قرن 13 جزء امپراتوری مغول تاتار بوده. بعد در قرن 16 ایوان مخوف اومده و کازان رو گرفته و به امپراتوری روسیه پیوند داده. بیشتر مردم کازان هم روسی حرف میزنن هم تاتاری. جالبه بدونی که اصل زبان تاتاری عربی بوده، ولی تو قرن 20 خیلی تغییر کرده و حالا براش از الفبای لاتین استفاده میکنن. طولانی ترین رودخانه اروپا از شهر کازان عبور میکنه. رودخانه ولگا با طول 3700 کیلومتر طولانی ترین رودخانه اروپا محسوب میشه. این رودخانه از سبه‌های والدای در شمال غربی روسیه شروع میشه و در نهایت به دره خزر میرسه. کازان درست در محل تلاقی رودهای ولگا و کازان قرار داره و به همین خاطر بعضی از بخش‌های کازان چشم‌انداز جالبی به این دو رودخانه دارن. برای مثال توریست‌ها از داخل یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری کازان یعنی کرملین میتونن از زیباترین مناظر طبیعی رودخانه ولگا رو ببینن. با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله من انرژی بدین و با کامنتتون من بگین که نظرتون در رابطه با کشور تاتارستان چیه. بهت پیشنهاد میکنم ویدئوی کشور زیبای کره جنوبی رو هم ببینید.